این که درست کار نمیکنه. برای من که درست کار میکنه. دارن میان. زود باشین، آماده کنین، زود باشین. تو چت شده دختر؟ چرا نمیری اونجا کمک کنی؟ خیلی میبخشین قربان، ولی ظرفا. خب شستن ظرفا رو بذار برای بعد. میدونی که باید بری اون طرف کمک کنی یا نه؟ حالا تا عصبانی نشدم راه بیفت و برو. زود باش، یلا زود باش. هدف من همیشه این بوده که بهترین برنامه‌های تفریحی رو برای شما تهیه کنم. من در اینجا با هزینه‌های بسیار زیاد پنیر واسه ما اشیا نرو. چه بود این حرف زد؟ ببرینش بیرون. تماشاچی‌ها بی‌تابی می‌کنن. یه کمی زودتر. اول باید خودمو حسابی بسازم. یکی از اونا به طرفم تیراندازی کرد. انقدر توش نزن. زود باش. سر داشت با پولی که تو هر شب به من میدی زودتر از این نمیشه. زود باش ربیو. چطور شدم؟ ناز شدی. یالا زود باش.
آقای این یکی آتون کار داره بیاید اینقدر نگاشه کن علمم Will you be my lovely darling, the little honey lamb? We could feel and cool. Oh, you! It's a man. Will you be my lovely darling, oh, to make you blue. I'll be so sweet to you. خیلی آدم خوششانسی هستی که با لولا عروسی کردی. درسته کاملا همینطوره. بله منظورت چیه؟ اون شانس آورده که با مردی مثل من عروسی کردی. عزیز دلم دشوار من ندیدی؟ جلو اون هاشون گارسون یه بود شراب میخوام یالا بیا بذارش اینجا زود باش زود باش عزیز دلم سیشا چرا حواست کجا داری میری؟ ارزی علیف خوب سواری میخوری خیلی چیه؟ بوشی؟ من اینجا خنگ خودم دستی بگیم از خشکت کن اب کن خشک ببین این جونت پر آب شده نشو ترکیبتو ببرم خود بیا کشه ببره منتظره خاطره عافیت باشه عافیت باشه علی نگاه کن فقط 2 مایل دیگه مونده من که نمیرسم
بسه. از حالا حس میکنم یه پام لب گوره. نه نگاه کن، برو جلوشو بگی شاید ما رو سوار کنه. زود باش، منم لباسمو میپوشم. عجله کن، زود باش بجو. نه دستم کو اینجا نه خب رفت خب چون کنیم بیایم آسا یه سوار چی یالا علی بادا دویدم اومدم سوار شد برو جاگوهر چیکار کنیم قاطر چیکار کنیم اولاق چیکار کنیم میارمش برو بالا سوار چی یالا سوار شو بگی برو آقا یه تلفنی بود بی بالا برو تو آقا جون برو ما سوار شدیم برو بودو جا میمونی ها شما میرین به برشوت گالچ بله ما هم همینطور تازه که آب و هوایی اینجا خیلی عوضیه قشنگی فقط 4 مونده به کریسمس شما به بابا نوئل عقیده داری؟ اجازه بدید که من دستم بندازم این پشت تنگ دست خرکوتا بفرمی خانم این تربیت خانم اجازه بدید که من به کمک کنم خیلی خوب تو نه منظورم شوهرم بود شوهری خوش گذاشت عزیزم عالی بود این که این دوتا سوار شدن تا اینکه همش مزاحمم بودن تمام راه بیا خودت تنهایی باید کنه خداحافظ مزاحم ها؟ نخیر این بود خب تو این شهر به امثال شما احتیاجی نیست اینطوری که از کارهایی که هرگز اجازه نمیدیم مزاحمت برای زنامونه حالا اگه میخواین سالم بمونیم بهتره با دلی جانبادی از شهر بریم بله قربان چشم خیلی هم خوشحال میشیم به محض اینکه کارمون تموم بشه هر دوتامون اینجا میریم و اگه به دلی جانبادی نرسیم مطمئن باشین که با تابوت از اینجا خارج میشین روز بخیر آقایون روز بخیر آقا غذا گفتم مزاحم خانمان نشو Just work your shoulders, snap your fingers, one and all in the hall at the ball and song. Some more. Commence to dancing, commence to prancing, commence to dancing, right, left, glance. Commence to dancing, slide, right, prancing. You do the tango jiggle, this Tommy wiggle. Take your partner and you hold her, slide me and fold her, a little bolder. Just work your shoulders, snap your fingers, one and all in the hall at the ball and song. Some
commence to dancing, commence to prancing, commence to dancing, right, left to glancing, commence to dancing, right, prancing, the pink snowy wiggle, take your wonder and hold her, sliding over, a little ball, just work your shoulders, snap your fingers, one and all, in the hall, at the ball, and all, some more. Commence to dancing, commence to prancing, commence to dancing, right, left, glancing, commence to dancing, slide, slide, prancing, you do the tango jiggle, dances how we wiggle, hold the order and hold, sliding over, a little ball, work your shoulders, snap your fingers, one and all, in the hall, at the ball, and commence to dancing, commence to prancing, commence to dancing, right, left, glancing, commence to dancing, slide, slide, prancing, you do the tango jiggle, dances how we wiggle, hold the order and hold, sliding over, a little ball, work your shoulders, snap your fingers, one and all, in the hall, let the ball and commence to dancing, commence to prancing, commence to dancing, right, left, glancing, commence to dancing, slide, slide, prancing, you do the tango jiggle, dances how we wiggle, take the wonder and your hold, sliding over, a little over, just work your shoulders, snap your fingers, one and all, in the ball, at the ball, that's all. سلام آقایون، مشروب چی باشه؟ ببخشید قربان، شما آدرس خانومی رو به اسم مری رابرتس میدونین؟ البته همین دور و براست. من قیم خانم رابرتسم، شما چیکار دارید؟ خب ما خبر مهمی براش آوردیم آقا. راجب چی هست؟ خیلی متاسفم آقا، ولی قرار نیست که ما غیر از خودش با کسی دیگه ای در میدونی خصوصیه، پدرش مرده و یه معدن طلا براش گذاشته، قرار موضوع جز خودش به کسی نگی، فهمیدی؟ مناله یه معدن طلا؟ این بزرگترین معدن. حالا که راز ما رو یه احمق دهن لق به شما بعد نیست که بقیه‌ش هم بدونین. سند ملک پیش ماست و قرار ما اونو در مقابل یه چیزی بهش بدیم. گفتم سند مالکیت پیش ماست و باید نه بهتره نشونش بدیم، ممکنه حرف اونو باور نکنه. چه؟ اون راست میگه. ببینم من سند به تو ندادم. میدونم کجاست، ببخشید. اینها ببینی مری رابرتس. بیاین جلو شماها تا حالا این مری رابرتس رو دیدید؟ نه. خوبه، من الان میرم پیداش بکنم، ولی تا من برمیگردم کلمه‌ای با کسی باشه چشم. خوب شد که پیداش کردیم. آره. چه شد؟ سند ببینیم. لولا ببین عزیزم، یه شانس خیلی بزرگ به ما رو کرده. منظور چیه؟ 2 احمق اون پایینن که دنبال مری رابرتس میگردن. خب منظور؟ سند یه معدن طلایی با ارزش رو براش آوردن که پدرش به ارث گذاشته، قرار شخصا بدنش به دست خودش. خب به ما تو چرا خوشحالی؟ گوش کن، تو باید بشی مری رابرتس. فهمیدم، ولی بیفایده است، دستمون رو میشه. نه نمیشه عزیزم، اونا مری رابرتس رو ندیدن. پس میشه کلک زد.
این چه وضعیه؟ ارسید درست بپوش. میشه خوردش. آقا مگه چه عیبی داره؟ اینم شد گوشت؟ این مثل یه تیکه چرمه. چی شکار میکنی؟ یعنی میتونی این کارو بکنی؟ معلومه که میتونم. برای معدن طلا میتونم کلئوپاترا. این دختر خوب. بیارشون بالا. باشه الان میارمشون. ای اگه بیاین بالا شما رو به مری رابرتس همین الان قربان. منو صدا کردین آقای فین؟ نه یالا زود باش برو تو آشپزخونه. زود باش مزاحم من نشو. بفرمایید آقایون از این طرف خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید قربان بفرمایید. فرمودید. خب بفرمایید بشینین من میرم لولا. یعنی مری رابرتس رو بیارم. قبلا خبر رو بهش دادم شدیداً شوکه شده. حیوانی. لولا تو اون اتاقه. خیلی خب الان میام. چی؟ اون که بیتمر. بیا اینا رو بگیر دستت. خیلی مری اینا همون آقایونی هستن که برات میگفتم. سلام عرض میکنم خانم. افتاد. اوی مردشون ترکیبتو ببرم. بگی از پدر عزیزم برام بگی. حقیقت داره که اون مرده؟ بله انقدر مرده که چالش کرد. این درست نیست. پدرم کجا مرد؟ والا فکر میکنم تو رخت خواب مرد. تو رخت خواب بود تخت احمق جان این وضع حساس و بذار به عهده من. خب خانم خبر بدو شنیدی؟ حالا آماده شنیدن قسمت خوبش باشید. خوشحال باشید. لبخند بهتر شد. یادتون باشه از قدیم گفتن هر ابری یک آستر نقره‌ای داره. درسته هر پرنده‌ای بلد آشیانه درست کنی ولی همشون نمیتونن تخم بذارن مگه نه حاله؟ آره مزخرف. هیچ میدونی خانم که شما صاحب یکی از بزرگترین معدن‌های طلا هستین؟ پدرتون شیش انگوش یعنی 6 دنگشو گشته برای شما و باید اضافه کنم که به من این افتخار ارزانی داشته تا سندشو به شما تقدیم بکنم. به نظر تو این نره نیست ایفین؟ آره عزیزم. عرض کنم سندش کجاست؟ یه دنگش تو جیب این میشه تو. کی هستی؟ مری. مری کی؟ مری ببخشین آقای فین یکی از آقایون اینو انداخته بود جلوی پله ها. ممنونم خانم کوچولو. تو نمیدونی چی کار کردی. خیلی ممنون متشکرم. خیلی خوب برو خیلی خوب. بفرمایین امضا شده مهر شده و حالا تقدیم شده یعنی تقدیم می شود. خیلی ازتون متشکرم. قابلی نداری. یا نه استنلی بهتره که را بیافتیم. راستی اون گردنبند چی میشه؟ درسته من چیز دیگه هم براتون داره. داشت یادم میرفت. بله به غیر از اون پدرتون بی پدرتون این نشان خانوادگیرم به شما داده. بله اون خیلی خوب یادمه. بیا اینو بازش کن. ما چی کنم بایی؟ درش یواش ماما خوبه پا چیزی بکشمش کنار. این که به فرمون من اینطوری دردت میگیره؟ نه فقط دارم زرج میکشم. چیزی نمونده. تو که چیزا تو که
شاید بهتر باشه زنجیر. آره فکر میکنم بهتر باشه. افتادون پایین. آره لب گوشتاش گم شده. بهتره کتو در بیاری. خیلی ببخشید خانم. چیکار کردی؟ یخو و پخر کندی که چی کار میکنی تو؟ به اون چی کار داری آخه؟ نزن بد کشو بکش کن. بیا اینو به نظر اومد از این کش. نشی مرد شوتار کی به تو ببرم منش کن. خوبه حالا اونجا رو چی کار داری؟ ببخشید خانم خیلی وضعیت الان پیدا میشه. مواظب باش. این چی؟ پیدا شو. زنجیرش اینجا. چی رو داری میکشی؟ زنجیرش. زنجیری چی؟ چه؟ کجا شد؟ ولی چی زمین؟ خیلی معذرت میخوام الان پیدا میشه. الان پیداش میکنم. موشو چارکه بتو برم. نیست اونها پیدا شد. بفهم من با اجازه تو میرم اونجا لباس بپوشم. بعد بایست نگاه کن در به داغون کرده ما رو. عبده حالا که لخ شدی چطوری همومم بگیری؟ خیلی چرکی. ممکنه از اتاق بری بیرون؟ چند دفعه به تو گفتم تو کارهای من فضولی نکن. من فقط میخواستم با یه تیر دونشون بزنی. حالا باید هر چه زودتر اون 2 نفر رو از شهر نگران نباش، کار رو بذار به عهده من. تا اینجاش که خوب بازی کرده من اینم. آره خیلی خوب بوده. کاش الان جای من ببخشید. چطوری؟ از نظر من عالیه. چطور به زودی لباس اصلا به تو مربوط نیست. بفرمایید. خداحافظ خانم روایت. متشکرم که اجازه دادین از اتاقتون استفاده کنیم. خداحافظ. حالا که صاحب معدن شدین شاید می‌بندم که همه چیتون رو سلام کنیم. بیرون. خیلی عالیه. اونا کجا رفتن؟ فرستادمشون پایین. بده اون سند و بری زودتر امضا کن. نگران نباش، اونا رو از شهر خارج کن. زود باش. خیلی خوب. وای خدا جون چه عالی. بهترین مشروب بده خدمت آقایون. چشم قربان. الان برمیگردم. On a mountain in Virginia stands a lonesome pine. Just below is the cabin home of a little girl of mine. Her name is June, and very, very soon she'll belong to me. For I know she's waiting there for me 'neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, just like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the pale moonshine
shine, our hearts entwined, where she carved her name and I carved mine. Oh, June, like the mountains I'm blue, like the pine, I am lonesome for you. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. حالا خوب شد. خانم لیلا ببخشین این برای چیه؟ حالا هر کاری از طرف تو بکنیم کاملا قانونیه. اوه خیلی متشکرم. مهم نیست عزیزم. حالا دیگه برو به کارت برس. متشکرم. خب میخورم به سلامتی آقای قربانی شما. چه خبری؟ بابا فهمیدم موضوع چیه. بیار بالا. بیار بالا اون لنگو. این گرونی چه خیلی؟ خب آقایون من دیگه باید برم. خدا قربان شما مروت. خدا حافظ. خدا حافظ. خوش بگذره. قربان شما. خدا حافظ خانم رابرت. خدا حافظ خانم مری رابرت. شنیدی اون خانم اسمشو چی گفت؟ البته مری رابرت. اون نمیتونه مری رابرت باشه چون ما الان سند رو دادیم به مری رابرت. من چه میدونم؟ دارم بوی حق بازی میشنفم. منم بوی سوختگی میشنفم. یه ترقه است تو کفش تو. بریم بیاده جون بکنی تو هم. ببخشید خانم شما تا حالا پدری به اسم سای رابرت داشتین؟ بله سال پیش منو سپرد به این خانواده و خودش رفت دنبال طلاق. پس اون زنی که اون بالاست اسمش چیه؟ اون خانم لولاست. زن آقای فینه. حالا اون قیم قانونی منه. بی ارزی میخوام یه خود باید حرف بزنم. ببخشید ما رو معذرت میخوام. حالا برمیگردیم. کجا رفتی؟ هیچ میدونه چی شده؟ فکر میکنم ما سند به اون خانم اشتباهی دادیم. از وقتی اون پل بروکلین رو به ما فروختن این اولین اشتباه ما بود. اتفاقا اون کار اشتباه نبود. یه روزی اون پل کلی ارزش پیدا میکنه فهمیدی؟ شاید حق با تو باشه. حالا بهتره سند رو پس بگیریم. شاید دیگه اون سند رو بهمون پس ندن. یعنی چی سند رو بهمون پس دادن؟ سند رو باید بدم و الا خودم کلاتو میخورم. باریکلا من به این میگم تصمیم جدی. باریکلا گل تو رو خور تو هم گل منو میخوری. لولا مارسل تو خیلی قشنگی. منم کیه؟ منم دیگه. هی شما اینجا چی میخواید؟ از سر راه من رد شو مرد بو گندوی ابله. ازت حسابی دلخورم چپولی. شما احمقا به چه حقی وارد اینجا شدی؟ میخوایم بدونیم چرا شما مری رابرت نیستین. همه برو کنار بذارش به عهده من. خب پس شما فهمیدین آره؟ ولی باید بگم دیر شده. سند دست منه. فهمیدی؟ مجلستان گلتون دست منه. در رو برداری بده
با خوب دریب کن برش جلو بود دادن باری کرد افتاد تو گردون گل شد علف اونجا فهمیدم بدش به من دیریب پاس بده به خود من پاس Give me that deed. بازم برو چرا خیچی؟ به من میگه خیچی مردنی؟ برو چرا؟ سند بدونم کجا دیگه به من یالا در آواز کنی یالا بود باش برو کنار از جلوی در رد شو برو کنار دیوونگی نکن برو عقب هیچ کاری نمیتونی بکنی هیچی همونجا بایستا تکون نخور خب حالا بندازشون بیرون شون ترکیب تو بیرون بی بخار بیرون از اینجا برید چیه؟ کلانتر جنان درست سر موقع اومدی حالا عدالت برقرار میشه بیا تو کلانتر بیا تو همون مردی هستی که دنبالت میگشتم شما هم همونی هستین که من دنبالتون میگردم کلانترین مرد یادم نبود بلند شو کلانتری شو دیگه بسی زق نبود مگه به شما دو نفر نگفتم با دلی جان بعدی از شهر خارج بشین چرا قربان؟ دلی جان 10 دقیقه است رفته جدی میگی؟ بهتره بریم بهش برسیم بریم تو گرد غبار خودشون گم شدن سریعتر برو چرا هی میکنی بادو بادو خوبه تو شنو بلدی علی. نمیدونم تو
ربطیه؟ فکر نمی کنی رفتن ما امشب برای زدن گاف صندوق خطر داشته باشه؟ داشته باشه یا نداشته باشه ما باید اون سند رو پس بگیریم و به محض اینکه لباسای من خوش بشن این کارو خواهیم کرد. میدونی فکر خیلی خوبیه، چون اگه اون دختره بفهمه آتیشتو برسون. تمام این کبریتا خیس آب شدن. متشکرم. چی روشن کرد؟ ببین لباسای من خوش شدن یا نه؟ چیکار کرد که من نمیتونم؟ فقط کلاب خوش شد. یاد یه چیزی افتادم. تو امرو به من یه حرفی زدی. جدی؟ تو گفتی اگه سندو پس نگیریم تمام کلاه منو میخوری. من یه چیزی گفتم تو هم جدی گرفت. به هر حال من کاری میکنم که بعد از این قول بی خودی به کسی ندی. کلاهو بخور. چرا مزخرف میگی؟ تا حالا شنیدی کسی کلاه بخوره؟ تا حالا دیدی کسی شستشو روشن بکنه؟ کلاه رو بخور. گشتم نیست. همگه همین الان کلاه رو نخوری میبندمت به یه درخت تو لاشخورا بخورنه. واقعا این کارو میکنی؟ معلومه که میکنم. چطوری بخوره؟ بخورش. ازش به اون دفعه فرق کرده. بخور. صدیق میمونه. سنگ بخور. میگم که بینمکی چی بده من. برو به کلاه رو خورد. برو لباسه رو برگه بیار. اون چجوری هم خوردی؟ شاید خوشمزه باشه. خوردنی نیست چطور خورد؟ سب کن ببینم چجوری میتونیم در رو وا کنیم. دستم مرگشو تاشش. مثل من کمکت میکنم. یا لازم باش خول بده یوان. الان میام پدر باید بیار. میشه بگی برای چی منو اونطوری هول دادی تو خونه؟ احمقانه ترین کاری بود که تا حالا دیدم.
گوش کن یه فکری دارم. چطوره بریم رو اون سقف، بعد بریم رو بالکن و از اون در بریم؟ اینطوری مجبور نمیشیم از در اصلی بریم تو. بعد نیم مثل این که برای اولین بار یه فکر حسابی کردی. یواش بیا. به چی میگی ساکت باش؟ یواش بیا. گیر میدم. توی اول بزرگتر بگی برو. چی شد؟ بیترد میگه سوزوندی منو. بگی زیر منو. یه فشار دیگه. خیلی خوب خیلی خوب. بی صدا. بیا بالا. هی الف. حالت خوبه؟ صبر الان برات نردبون میارم. یه دقیقه دیگه میارم. میرم براش نردبون برم. یالا زود باش نقشه اصلی رو اجرا میکنیم از در جلو میریم تو. یالا را بیام. میتونم یه ایده دیگه هم داشته باشم؟ اگه مثل قبلیه نه، ولی اگه بهتره بگو چیه؟ چطور من تو رو بکشم اون بالا؟ بکشم این بالا. خوبه. اینو بگی. من خیلی بهتر از ایده قبلیته. اینجا چیه؟ میدونی یه اشکال هست. تنها اشکال توی. یالا بیا تو سر و صدا هم نکن. میخوام یه کمی بخوابم. خیلی خوب. یواشا. بابا حاضری؟ پروانه سبک بالا من. خوشمزگی نکن ملخ من. فقط بکش بالا. یالا. استاف کنم کف هستم. برا. یواش. یه خونه دیگه. یه ریزه دیگه. یه ارزن دیگه. خیلی خوب. خب حاضر یه دقیقه واسه توف کنم کف. خیلی خوب بکن. خب بالا بریم بالا. گوشی چی رو بریم بالا؟ من اینجا. زود اومدی پایین ها. یه دفعه نشد یه کاری رو تو درست بکنی. خاکی شدی. باز توف میکنم کف دستم. حالا صرف شد. خوب شد. چطوری؟ چیزی که عوض داره گله نداری. ناجنس. همونی که تو گفتی. خیلی خیلی غرق خاک شدم.
خیلی خوب، سر اون تنابو بده به من. سرشو بده به من. بیا. حالا دستاتو نگردار. دستتو نگردار. نه. اون یکیو. نگرداده. حالا برو ببندش به قاطر. برو ببندش به قاطر. خوب شد. حالا سوار قاطر شو. گفتم سوار قاطر شو. یالا بینش کن. هی وسایل کجان؟ گذاشتم تو کیف دستی. بهتره بدیشون به من. باشه. الان میارم. بیا باشه. احمق چی کار داری میکنی؟ میخوام قاطر رو بکشم. نه لازم نیست، من خودم به این کار میرسم. حالا شاید بتونیم اینجا بریم تو. فکر خوبی. پایین نگاه نکن، سرت گیج میده. معلوم میدم صداش در باش بیا تو، الان ارعرش همه رو بیدار میکنه. چی شده لولا؟ اینقدر تو خواب نخندی؟ من کی خندیدم؟ من دروغ نگو، بعد از این مدت خندت خوب میشناسم. بگی بخواد تمام امشب منو بیخواب کردی. ای برو بالا دیگه، کشتی منو تو. شما اینجا چیکار میکنی؟ به محض اینکه از اینجا درام برای توضیح میدم. مری مری اون خواهیم کن. مری بگو چه خبر شده؟ با تو هم نه اینجا نه. باشه برو اون تو یا ندی. مری اونجا چه خبره؟ مری حرف بزن. برای چی این موقع شب جیغ میکشید؟ آقای فیلم من فکر کردم. به این خودی فکر کردی برگرد برو تو رخت خوابت، لیلا کتک میخوره. یالا زود باش برو بگیر بخواب. شما اینجا چیکار میکنی؟ بیا اینجا تا برات همه چی رو تعریف کنم. علی چیه؟ ساکت باش، همینجا باش، من الان میام. باشی. برو لباساتو بپوش، بعدم میبینمت.
میشه بگی تو حالا کجا بودی؟ موضوع رو برای مری تعریف کردم. به محض اینکه سند رو گرفتیم اونم با ما میاد که از اینجا خوبه. اون الان کجاست؟ داره لباس میپوشه، قراره بیرون منتظر اون باشه. به نظر عالی. منو در بیار بیرون. باشه باشه. یه خود یواشتر. یه خود یواشتر. نه اونطوری نمیتونی. چی کار میکنی احمق؟ چه گردن خوشبیچی داری. سرد باش. حاضر باش. الله میکشمت بیرون. حاضر باش. سوکی به گلوم کنده شد. حتما رسیده بود. تو برای چی این کار کردی احمق؟ من که نمیدونم. میگم بر کن بیا بر. مردشوی تو اون فندک تو ببرم. شما بگش به من دست بالا رویا دست بالا یالا جون باش بطره کن دست رو دیگه سند به من بده بطره کن بجو یالا باش تو قاب صندوق رو وا کن سند رد کن بیاد عجله کن برو تو اتاق یالا جون باش سند بده من سند بده من زود باش سند بده به من حالا برو بگی بخواب سند بگی برو بخواب یالا باش برو بگی بخواب هیچ جور نمیتونی برو بگی بخواب نباید این کارو بکنید نباید این کارو بکنید گفتم نکنید ببندش مطلق ببندش شما کار بدی داری میکنید میگم ببندش مطلش نکن آقا بگی بخواب چی میکنید خفه شو آقا میگم خفه شو تو برو اولاغ اومدی بی قاتل اومدی بی من اومدی بی چی کار میخوام بکنید چرا چی میکنید نکن آقا منو بیار پایین بده بلند شم چرا همچی میکنید منو بیار پایین خفه شو میخواد چیکار بکنید نمیتونی من همینطوری منو بیار پایین منو بیار پایین شما نمیتونید من همینجوری اینجا
همشون برای بیار پایین برای برگردین اینجا گیر کرده لالا جو سر من از این تو بیار بیرون لالا گیر کردم خب حالا که درد سر تموم شد از اینجا کجا میتونیم بریم؟ من برمیگردم به شهری که زادگاه همه. خب چه شهریه؟ یه شهری طرف جنوب. تو هم اهل جنوبی؟ آره درسته. خدای من عجب تصادفی. منم اهل جنوبم. جدی میگی؟ نمیخواستم بهتون بگم ولی منم اهل جنوبم. خب تو اهل جنوب کجا هستی؟ جنوب لندن. لندن؟ همونجا که خب عزیزم همه میریم به یه رستوران و یک غذای فراوان و خوشمزه میخوریم. چطوره هم موافقی؟ بله من عاشق ماهی و سیب زمینی هم اصلا بوش حس ماهی و سیب زمینی We're going to go way down in Dixie, where the hens are doggone glad to lay scrambled eggs in the newborn hay. We're going to see the home in Dixie. You can tell the world we're going to D-I-X. I know how to spell it. Then we're going, All right, we're going. You know we're going, You bet we're going. To a home in Dixieland. We're going to go way down in Dixie, where the hens are doggone glad to lay scrambled eggs in the newborn hay. We're going to see